بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حافظ ابو الاسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه خود گفتند که لئن رفع الغنی لواء مال لانت لواء علمك قد رفعت. ای ابوبکر، اگر شخصی ثروتمند، غنی، شخصی بی حاجت، ترجمه لغویش یعنی به آدم ها حاجت ندارد، غنی یعنی شخصی ثروتمند. لئن رفع الغنی لواء مال، اگر شخصی ثروتمند بیرق مال را بالا کند، به معنای اینکه در او فقط مال دیده شود، چی در مالهای تجاری یا مالهای صناعت یا چاروا و زراعت، لانت لواء علمك قد رفعت، تو بیرق علم خود را میبرداری. یعنی به معنای که اگر او مال داشته باشد، تو با علم خود به مردم فایده میرسانی، حلال الله تعالی را بیان میکنی، حرام الله تعالی را بیان میکنی، به مردم فایده تو میرسد. مال هر چیزی که قیمت دارد در شریعت، مال گفته آن چیزی را میگویند که قدر و قیمت دارد. مثلا خوک در نزد شریعت مال حساب نمیشود، لیکن در لغت عرب مال حساب میشود. این چنین مواد مخدر، هر چیزی که حرام است در نزد شریعت اون مال حسابیده نمیشود. مال برای چی مال نامیده شد؟ لأن النفوس تمیل الیها، چون نفس ها به سوی مال میل دارد. از کلمه میل اون گرفته شده، همه به طرف مال میل دارد. رأیت الناس مالوا الی من عنده مال، دیدم که مردم را میل کردند به سوی شخصی که مال دارد. مردم به شخصی پولدار میل دارند. حتی یکی از برادرها میگوید که مردم شخصی پولدار را حرمت میکند، احترام میکند، اگرچه از مال وی خیر نباشد هم. طبیعت مردم به شخصی مالدار یعنی احترام قائل است. کمی مالو یعنی به همین معنا میل دارند به سویش. لئن رفع الغنی لواء مال، اگر شخصی ثروتمند بیرق مال را بالا بردارد، لانت لواء علمك قد رفعت، تو بیرق علم را بلند میکنی. یه حدیثی هست در سنن ترمذی، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یه ضرب المثل زدن. پیامبر علیه السلام خیلی ضرب المثل های زیاد گفتگی هستند. ضرب المثل چی؟ ضرب المثل مثال معنوی را با مثال مادی بیان کردن است. بنابراین بعضی علما الامثال گفته کتاب نوشتند. هر حدیثی که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال زده باشند، همه حدیث های جمع کردند، کتاب کردند. الامثال. یکی از آن حدیث ها حدیثی که کعب بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدینه. این در سنن ترمذی هست. دو گرگی که مثلا چند روز طعام نداده و یک جا حبس کرده شده است، بی نهایت گرسنه مانده است. بعد همون دو گوسفند را در یک پاده از گوسفندان سر داده می شد.
همین دو گوسفند بافسد لها، همین دو گرگ گرسنه انا همین پاده را فساد میکند، ویران میکند. اینها که گرسنه هستند، از نابینایی و گرسنگی که پرده چشم آنها را گرفته است، تمام گوسفندها را ویران میکند. و الا اگر همین دو گرگ یک گوسفند را میگرفتند و راست رفته به یک گوسفند هجوم میکردند و یک گوسفند گرفته دو کسه میخوردند، هر دوشان هم سیر میشدند، اضافگی میکرد. لیکن اینها وقتی که چشمی آنها گرسنه است و گرسنگی آنها را نابینا کرده است، به هر یک گوسفند دهان زده پاده را فساد میکند. گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم چه خیلی همین دو گرگ اگر یک پاده گوسفند را دو گرگ گرسنه ویران میکرده باشد، شخصی که بسیار حریصی به مال است و حریصی به منصب است، آبرو میخواهد، شرف میخواهد، پول و مال میخواهد، لیکن او دین دارد، مسلمان است، اگر همین آدم برایش مال کشاده شود یا دنیا را بیند، از همون دو گوسفند دیده دینش را ویران تر میکند. یعنی نه همه مال را برداشت کرده میتواند. بنابراین بعضی انسان ها از الله تعالی مال میپرسد، الله تعالی نمیدهد، نه اینکه الله تعالی ندارد یا اینکه الله تعالی دعا را اجابت نمیکند، نه، بلکه همچون رحم برای همین آدم، برای آنکه الله تعالی میگوید که از بندگانم بندگانی هست که اگر من با مال زیادی هم کافر میشد. بنابراین الله تعالی به قدری مناسب به همه رزق تقسیم میکند. لیکن این معنای آن ندارد که مال چیزی مطلقا چیزی بد است. امام بخاری در ادب المفرد با سند صحیح روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که نعم المال الصالح للمرء الصالح، چه خیلی هم مال پاک برای آدم صالح خوب است. یعنی چه خیلی هم خوب است که آدم خودش آدم صالح باشد، آدم دیندار باشد و با مال پاک هم داشته باشد. مانند امام بخاری که در آخرهای حیاتشان صاحب مال بودند، امام ابو حنیفه تاجر بودند، خیلی به طالب علمان و آنهایی که علم شریعت می آموختند برای آنها خیر و سخاوت داشتند. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه به نهایت خیر عظیم داشتند. هم آنها شخصان صالح بودند، باز مال پاک هم داشتند. یعنی مال پاک با آدم صالح چه هم چیزی خوب است، لیکن نشود که مال انسان را ویران کند، دین انسان را ویران کند، انسان به سبب مالدار شدن به طغیان رود. نسأل الله سلامت و العافیه. بعد از آن مصنف گفتند که و این جلس الغنی علی الحشایا لانت علی الکواکب قد جلست. ببینید یک نوع مثال های میارند مصنف رحمت الله علیه. و این جلس الغنی علی الحشایا، ای فرزندم، ای ابو بکر، ای طالب علم، اگر شخصی ثروتمند بر بالاهای کورپاهای خوشروی و قیمت و عبارت از حریر و به بالینهای و به کتهای قیمت بها نشیند، لانت علی الکواکب قد جلست، تو بر بالای ستاره ها نشستی. یعنی آخری آن مجلسی که شخصی پولدار میشیند اگر به این کورپاهای قیمت باشد و به این کتهای قیمت باشد و کتهای عبارت از حریر و بالینهای خوشروی و قشنگ و زیبا باشد، عاقبت علم تو را به ستاره ها میبراید. اینقدر مرتبه پولدار در بالای کورپاهای قیمت بها نشیند، تو طالب علم در بالای ستاره ها میشینی. گفتند و این جلس الغنی علی الحشایا لانت علی الکواکب قد جلست. در بعضی نسخه ها لانت علی الثریا قد جلست. اگر شخصی ثروتمند بر بالای کورپاهای قیمت نشیند،
تو بر بالای ثریا می نشینی. ثریا بعضی علما در تفسیرش میگن که مجموعه من النجوم مشهوره، یک جمع از ستاره های مشهور است. و بعضی میگن که اسم علم لنجم مخصوص، این نامی بعضی ستاره های خاص است. میگن به سبب برآمده این نوع ستاره میوه ها میپزد، به او طعم میدراید، رنگ میدراید، در فصل تابستان و آخرهای فصل بهار طلوع میکند میگویم. خلاصه در این بیت مصنف فرق مال و فرق علمدار و مرتبه آنها را بیان میکند که اگر مال صاحبش را بر بالای قالین های قیمت بها و کورپه های و کت های قیمت بها اگر برارد، لانت علی الکواکب قد جلست، تو بر بالای ستاره ها میشینی. یعنی فرقیت شما انا همین قدر است گفتن، فرق علم و فرق مال. بعد از آن گفتن که و این رکب الجیاد مسومات لانت مناهج التقوی رکبت، اگر شخص پولدار به اسب‌های قیمت بها، به اسب‌های خوشرو، اسب‌های صفتش بلند، ذاتش بلند اسب‌ها نشیند. در زمانه ما به مرکب‌های عالی، به ماشین‌های مارکه‌های بلند اگر شخص پولدار نشیند، لانت مناهج التقوی رکبت، تو در بالای منهج تقوا نشستی. و واقعا سوار شدن به اسب، سوار شدن به مرکب‌های قیمت بهای خوشرو برای انسان زیب و زینت است. الله سبحانه و تعالی در سوره نحل میگوید ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، شما وقتی که بر بالای اسب، اون زمانه اسب بود، در بالای اسب ها می نشینید و در زمانه ما در بالای این مرکب های زیبای عصر حاضره می شینید، برای شما زیباگی هست. گفت الله تعالی ولکم فیها جمال، برای شما جمال و زیباگی هست. حین تروحون و حین تسرحون، وقتی که میرید، وقتی که سیر و گشت دارید، شما را این اسب‌ها و این مرکب‌ها باز هم خوشروتر کرده نشان می‌دهد. واقعاً بر بالای مرکبی قیمت و زیبا نشستن زیباگی مرد را زیاد می‌کند. مصنف میگویند که و این رکب الجیاد مسومات، مسومات یعنی اسب‌هایی که علامت دارند، علامتی یعنی با صفت بودن آن، علامتی اسب قیمت بودن دارد، مرکب عالی بودن علامت دارد. اگر به این خیل مرکب های خوشرو نشینند، تو بر بالای منهج تقوا می نشینی. یعنی تقوا هم انسان را چنان زیبا نشان می دهد که از آن ماشین های و از آن اسب ها هم زیادتر است. بعد از آن در بیت 39 گفتند که و مهما افتض ابکار الغوانی فکم بکر من الحکم افتضب. در اینجا یک نوعی باز پولداری و علمداری، در اینجا مصنف فرق شخصی ثروتمند و شخصی علمدار را برای طالب علم، برای فرزندشان بیان کرده ایستاده‌اند. در بیت اول گفتن که اگر گفتن او بیرق مال بردارد، تو بیرق علم میبرداری. اگر شخصی ثروتمند بر بالای مرکب‌های زیبا نشیند، تو بر بالای منهج تقوا می نشینی. اگر شخصی ثروتمند مهما افتض ابکار الغوانی، چقدر دخترهای صاحبان بکارت، یعنی دخترهای غوانی، دخترهای زیبا، امرأة جمیلة تستغنی بحسنها عن الزینة. غوانی جمع کلمه غانیه، غانیه یعنی بی حاجت، بی حاجت از زینت. دختری که بی نهایت زیبا هست، حاجت به زینت ندارد، نه به لبانش با تکس کند و رنگ و بار کند، نه کسمتیکه ها استفاده برد،
بی نهایت صاحب جمال است، چشمش، قانشش، مویش، رنگ و رویش حاجتی به زینت ندارد. این دختر را غانیه میگویند، یعنی بی حاجت از زیب و زینت. کدام دختری که، کدام زنی که اگر به خودش زیب و زینت که مالید استفاده کرد، این دلالت میکند که او زیبا نیست. غانیه، دختری زیبا، دختری است که حاجت به این چیزها ندارد. و مهما افتض ابکار الغوانی، هر چقدر شخص ثروتمند دخترهای خوشرو را اگر بکارت آنها را بگیرد، یعنی روز به روز دختر بزنی گیرد، برای آنکه پول دارد، مرکب زیبا دارد، لباس زیبا دارد و عادتا دخترها هم به شخص ثروتمند میل دارند، طبیعت انسانی هست. هر چقدر او دخترهای زیاد و خوشرو را بزنی گیرد، فکم بکر من الحکم افتضلت، تو چندین حکمتهای بکر را بکارت آن را گرفتی. یعنی وقتی که تو با علم مشغول میشوی، چندین حکمتهای هست که به فهم آن دیگرها نرفتند، لذت آن را نفهمیدند. اگر دختر زن گرفتن لذت داشته باشد، این علم هم، آموختن حکمت هم، آموختن علم برای خود لذت خاص و لذت بالاتر از لذت جسمی هست. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی گفت که کسی که اگر حکمت داده شود، خیری بسیار داده شده است. خیری بسیار الله تعالی کم نیست. بنابراین در اینجا باز ترغیب کردن که هیچگاه، یعنی که ملامت نکن که ما به جمع مال مشغول نشدیم و به جمع علم مشغول هستیم و از همین حساب یعنی که ما مشغول به زنگیری نیستیم. گفته غمگین مشو که تو چندین حکمت ها را فرقی لذت چندین حکمت ها را گرفتی. مقصد چندین حکمت هایی که برای دیگرها پوشیده بود، الله تعالی فهم آن را برای تو نصیب گردانید. ولیس یضرک الاقتار شیئا اذا ما انت ربک قد عرفت. ولیس یضرک، ضرر نمیرساند برای تو اقتار. اقتار این فقر است، کمبغلی. قل ماله و ضاق عیشه، یعنی اقتار آن مردی را میگن که پولش کم است و زندگیش وزنین شده است. مصنف میگن که ولیس یضرک الاقتار شیئا، کمبغلی، فقیری برای تو ضرر نمیرساند. وقتی که انسان 20 سال 30 سال طلب علم میکند، او امکانیت مشغولیت به دنیا نداره. اگر به دنیا مشغول شوید عالم نمیشید. مثلا اگر او ابن جماعه رحمت الله علیه یا عالم سمرقندی را سخنش را میارن که لا یطلب هذا العلم الا رجل عطل دکانه و خرب بستانه و مات اقرب اهله فلم یشهد جنازته. این علم را طلب نمی کند، یعنی حاصل نمی کند مگر آن آدمی که دکانش را خراب کرده است، باغش را ویران کرده است و نزدیکترین خویشاوندانش وفات کرده است و به جنازش حاضر نشده است. گفتم یعنی همین آدم حاصل میکند، به معنای که اگر انسان علمی وزنین، علمی وسیع و علمی چقور گرفتنی باشد، باید از مشغولیت های دنیا فارغ باشد. بودند شخصیت ها از علما که کسب و کار داشتند، تجارت داشتند، که مقصد به تجارت هاشان شخصیت ها را وظیفه دار کرده بودند و اینقدر به علم آنها و تعلیم آنها مشغولیت نمیرساند، تشویش نمیرساند. عموما اگر انسان هم مال جمع میکنم هم علم جمع میکنم، گوید خوب است از آن آدمی که علم ندارد. وقتی که انسان با وجود اینکه کار دارد، مشغول هست، تجارت دارد، ولی باز شبانه آمده 1 ساعت 2 ساعت تعلیم میگیرد، اینم خیر است. شیخ البانی
رحمت الله علیه هم میگویند که در بازارها، در راهروها در شهر دمشق در ابتدای امرشان ساعت درست میکردند. ساعتهای ویرانه مردم را قبول کرده درست میکردند تا اون وقتی که الله تعالی بی حاجت کرد. یعنی هم علم میگرفتند هم مهنت میکردند برای دریافت قوت زندگی. وقتی که ثروتمندها مالهای خود را به دیگر جاها خیر میکنند، وقتی که ثروتمندها به دیگر جاها صرفهای اسرافکارانه میکنند و طالب علمان را دستگیری نمیکنند، مجبورن آنها برآمده برای عیش زندگی، برای محتاج نشدن به یگان کس، برای نریزانیدن آب و روی خود مهنت میکنند که این مهنت حلال است، ولیکن قدر علم کم میشود. به جای اینکه مثلا 5 ساعت علم آموزن، 5 ساعت برآمده کار میکنن، بعد 5 ساعت دیگه درس میخونن، اونم با مشقت میشد برای اون که مهنت کردگی است. اما اون شخصی که 10 ساعت یا مانند ابن باز 17 ساعت علم گرفته است، البته او به مرتبه بلندتر میرسد. آدمی که وقت زیاد برای تحصیل علم صرف کرده است، به قدری صرف کردن وقت و به قدری مشقت انسان به مرتبه میرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه گفتند که ثوابکی علی قدر نصابکی، اجر و ثوابت به قدر مشقتت. هر چقدر انسان در راه بزرگی عذاب و مشقت کشد، همین قدر به مرتبه بلند میرسد. ولیس یضرک الاقتار شیئا اذا ما انت بربک، اذا انت ربک قد عرفته. مصنف میگه کم بغلی به تو ضرر نمیرساند مادامی که تو پروردگارت را شناختی. اگر تو الله تعالی را شناخته باشی، تو در راه صراط المستقیم باشی، کم بغلی به تو ضرر نمیرساند، پروا ندار. پیامبر صلی الله علیه و سلم مل فقر اخشى علیکم، من برای شما امت اسلام بعد وفاتم از کم بغلی نمیترسم. گفتم انسان اگر وفات کند به فرزندانش از هر چی میترسد. بعضی انسان ها میترسد که فرزندانم بعد من گمراه نشوند، صاحبان عقیده های باطل نشوند، صاحبان دین های باطل نشوند. بعضی انسان ها از کم بغلی میترسد که فرزندای من با کم بغل نشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتش گفتند که من از شما با کم بغلی نمیترسم. اگر شما کم بغل باشید من نمیترسم. ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا، من اون چیزی که از شما میترسم این که دنیا برای شما گشوده نشود. وقتی که دنیا اگر گشوده شود، صاحب پول و مال زیاد شوید، بعد شما تنافس میکنید، مسابقه در جمع پول و مال میکنید و بعد مال شما رو به هلاکت میرساند، دنیا شما رو به هلاکت میرساند. چه خیلی که آنهایی که از شما پیش بوده آنها رو به هلاکت رسانید. در صحیح بخاری و مسلم است. و امام بخاری هم این معنای آن ندارد که انسان طلبی فقر کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از فقر پناه طلب کردند، لیکن گفتند که اللهم اجعل رزق آل محمد صلی الله علیه و سلم کفافا، پروردگارا رزق آل محمد صلی الله علیه و سلم را کفایه کننده گردان. گفتند یعنی به زندگی ما کفایتی کند. گفتند ثروت را نپرسیدند پیامبر صلی الله علیه و سلم از الله تعالی و فقر را هم نپرسیدند، بلکه از فقر پناه طلب کردند. در صحیح بخاری امام بخاری میگه که باب التعوذ من فتنه القبر، باب درباره پناه طلب کردن از فتنه قبر، از فتنه فقر. ببینید کم بغلی فتنه هست، بلا هست. از بلای فقر پناه طلب کردن. بعد از آن حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم را آوردن، حضرت عایشه روایت میکنند که کان النبی صلی الله علیه و سلم یقول، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند که اللهم انی اعوذ بک من فتنه النار و عذاب النار، پروردگارا من از فتنه عذاب دوزخ و از عذاب دوزخ با تو پناه میطلبم، و فتنه القبر و عذاب القبر، و از فتنه قبر و از عذاب قبر، و شر فتنه الغنى، و از بدی فتنه بایگری. بایگری هم فتنه است. الله تعالی با بایگری انسان امتحان میکند، مال میدهد امتحان میکند. این به مثال یک صاحب ثروت،
صاحبی مثلا یک تشکیلات بزرگ که میلیارد بودجه دارد به یکی از کارمندانش مال میدهد به دستش، میدهد و میگوید که با همین مال تو مثلا در فلان ساحه ها کار کن، میگوید و مال به اختیارش میدهد. لیکن او نظارت میکند که چگونه صرف و خراجات میکند وقتی که پول زیاد به دستش آمد. و همه این مال ها حساب و کتاب دارد، ریویزیورها رو میفرستاند بعد در آخر سال، بعد میسنجد، به هر یک سوم او جوابگر است. همین گونه بنده های ثروتمند هم هر یک آدمی که الله تعالی برای او مبلغی از مال میدهد در نزد الله تعالی جوابگر است به آن مال، به کجا صرف کردی. مثلا درآمدن پول حرام است، مال شما هست، لیکن این دلالت میکنه که شما 100% مالک نیستید، حق ندارید که مالتون را درآورید، گناهگار میشید یا شکنید یگان مال حلال خود را، گناهکار میشید. یا با آن مال سیگارت خریدید، گناهکار میشید. روز قیامت الله تعالی میپرسد که برای چی این مالی که من به تو دادم به جایی که من نگفتم صرف کردی؟ جوابگری دارد. بنابراین از فتنه غنا، از فتنه بایگری پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه طلب کردند و شر فتنه الفقر، و اینچون از بدی فتنه کمبغلی هم حضرت عمر میگفتند که کاد الفقر ان یکون کفرا، فقرم قریب که کفر شود. حتی در بعضی حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و سلم فقر و کفر را در یک جا همسایه آوردند. پروردگار من به تو از کفر و از فقر پناه می طلبم. گفتم کمبغلی هم انسان به گناه می برد، بنابراین پناه طلب کنید از کمبغلی. خب بعد از آن مصنف گفتن که فماذا عنده لك من جمیل اذا بفناء طاعته انخت. در نزد الله تعالی به تو چه نوع نعمت‌های و مکافات‌های هست، تو را در نزد الله تعالی چه مکافات‌های منتظر است؟ کی اذا بفناء طاعته انخت، اگر تو در ساحه طاعت الله تعالی انخت یعنی بینشینی. انخت اصلا شتر را شیناندن. انسان وقتی که در سفر باشد و وقتی که اناخ بعیره شتر خود را به یک جا اگر شیناند، مقصد میخواد در همینجا کمتر بشیند، همینجا را لازم گیرد، همینجا را استراحت کند. میگویند که الله تعالی در نزدش برای تو چقدر مکافات های زیبا ذخیره کرده است، به شرطی که اگر تو در طاعت الله تعالی یعنی مقیم باشی، در طاعت الله تعالی نشسته باشی، اگر در ساحه طاعت الله تعالی شتر خود را شنانیده باشی، یعنی اگر تو همیشه در طاعت و عبادات الله تعالی باشی، دان که الله سبحانه و تعالی برای تو مکافات جمیل و مکافات عظیم آماده کرده است. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کسی که عملی صالح کند، خواه مرد است خواه زن است، به شرطی که مؤمن باشد، یعنی از کافر عملی صالح قبول نمیشود تا مادامی که ایمان نآورد. کدام آدمی که عملی صالح کنه، خواه مرد است خواه زن است، به شرطی که مؤمن است، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما او رو به حیاتی خوش زنده میکنیم. یعنی وعده از جانب الله سبحانه و تعالی برای آن آدمی که طبق شریعت عمل میکند، اینکه حیات او را حیات خوشبختانه میکند، حیاتش از حیاتش لذت میبرد، آبی که مینوشید طعم آن را میچشید، خوابی که میروید از آن خواب یا لذت میبرید، طعامی که نانی قاقی که میخورید طعم او را میچشید. او آدمی که گناه میکند با لذت ترین طعام ها را مزهش را نمیچشد، از همسر و از اون زنهای زیبا لذت نمیبرد. اون صحابه ها را بینید وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نشستن و یک
زنی آمده گفت که یا رسول الله انی وهبت نفسی لک، من نفس خویش را به شما بخشیدم. یعنی الله تعالی این نوعی نکاح را به پیامبر صلی الله علیه و سلم حلال گردانیده بود. من خود را برای شما بخشیدم. گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم سر خود را برداشتند و بعد خم کردند، چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم است. دیگر همین خیل سرشان فرود به فکر فرآمدند و صحابه ها از روی پیغمبر، از چهره مبارک می فهمیدند پیامبر صلی الله علیه و سلم در کدام حالت هستند، در حالت خرسندی، در حالت غضب، راضگی، ناراضگی. بعد یکی از صحابه ها گفت که یا رسول الله زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه، یا رسول الله اگر به این زن شما حاجت نداشته باشید، رفت و اگر شما خاندار نشدنی باشید، زوجنیها، اینو به من خاندار کنید یا رسول الله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که برای مهرش چی میتوانی بدهی؟ گفت که ما عندي الا ازاری هذا، یا رسول الله من چیزی ندارم غیر این ازارم. ازار آن پارچه لباس متایی که به عضوی از میان پایان انسان پیچانیده میشد، که لباس های مردم عبارت از ازار و از ریدا بود، خیلی که حاجی ها میپوشند دو لباس، یک قسمش رو به پایان میپیچانند، یک قسم دیگرش رو بر کتفشان میگیرند. همین لباس بود. ما عندي الا ازاری هذا. اکثری مردم ازار داشتن و ریداش نداشتن، پولدارها ریدا داشتن. یا رسول الله من چیزی ندارم غیر همین ازارم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که این اعطیتها ازارک جلست لا ازار لک، اگر تو ازارت رو دهی بی ازار میمونی. یعنی بی عورت پوشیدن عورت فرض است، نمی شود که این ازار تحفه کنی، هدیه دهی به مهرش. التمس شیئا آخر، رو جستجو کن یکان چیزی دیگر بیا. فالتمس فلم یجد شیئا، بعد رفته جستجو کرد چیزی نیافت. بعد گفت که یا رسول الله چیزی نیافتم. گفتن که التمس ولو خاتما من حدید، یا انگشترین آهنین، یا انگشترین آهنین، 1 درهم 2 درهم، یعنی دسترس است. فالتمس فلم یجد شیئا، رفت و نیافته آمد. یعنی انگشترین آهنین هم ندارد. به قول استادمون شیخ شنقیطی حفظه الله، ما عنده الا ازار یرید یتزوج، چیزی ندارد غیر ازار، زن گرفتن میخواهد، الله تعالی را گناه کردن نمیخواهد. چیزی ندارد غیر ازارش. مردم امروز پولهای زیاد دارند لیکن منتظری آن هستند که ماشین قیمت خرند، توی واهمه کنند، به مردم خودنمایی کنند و تا آن زمان به سی میرسند، تا آن زمان گناهگاری میکنند. بعد وقتی که یک زن میگیرند دیگه حیاتشون حیات خوشبختانه نمیشد. ببینید این صحابه چیزی ندارد غیر ازار، لیکن میخواهد زن گیرد، میخواهد که الله از او راضی باشد، گناه نکند، میخواهد که نفسش پاک باشد. ما عنده الا ازار یرید ان یتعفف، چیزی ندارد غیر ازار ولی عفت و پاکی میخواهد. مردم چی میگویند چی نمیگویند به مردم کاری ندارد، اون میخواهد که الله از او راضی باشد. فماذا عنده لك من جمیل اذا بفناء طاعته انخت، الله تعالی برای تو چی مکافات های آماده کرده است اگر تو در طاعت الله تعالی دائمی باشی. نزولا من غفور رحیم، در سوره فصلت الله تعالی میگوید که الله تعالی به آنهایی که عملهای صالح کردن مهمانی آماده کرده است. نزولا، این مهمانی ضیافت ترجمهش، یک ضیافت الله تعالی آماده کرده است. ببینید این از جانب یک
راهبر، از جانب یک ثروتمند، از جانب یک امیر، از جانب یک شیخ، از جانب یک پرزیدنت نیست، از جانب ملک الملوک، شاه شاهها، الله سبحانه و تعالی نزولا من غفور رحیم. ببینید نگفت که نزولا من ملک الملوک، این مهمانی از جانب پادشاهان نگفتو، این یک مهمانی از جانب ذات غفور و رحیم، از جانب ذات غفور، مغفرت کننده گناه های کبیره و مغفرت کننده گناه های بسیار و مهربان، به نهایت مهربان. برای چی؟ برای آنکه وقتی که الله تعالی اگر گوید که مهمانی از جانب ذات بزرگ، از جانب الله گوید، همه امید میکنن که این به شخصان بزرگ، لیکن الله تعالی مهربان، مهمانی از جانب ذات عفو کننده، بخشنده گناه های ذات مهربان است، یعنی شخصان گناهگار را هم در بر میگیرد. الله تعالی مهمانی آماده کرده است در جنت برای آنهایی که عملهای صالح میکنند. بعد از آن مصنف گفتند که فقابل بالقبول صحیح نصحی فإن اعرضت عنه فقد خسرت. نصیحت های درستی مرا قبول کن. یعنی اگر نصیحتی من خلاف قرآن و سنت باشد قبول نکن. فقابل بالقبول صحیح نصحی، نصیحت های درستی مرا قبول کن. ابن القیم رحمت الله علیه میگه که نصیحت علما را گرفتن واجب است. فقابل بالقبول صحیح نصحی فإن اعرضت عنه فقد خسرت. اگر از نصیحتی من روی گردانی در حقیقت ضرر میبینی. برای چی؟ برای اینکه اصلا علما، خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه درباره امام های چهارگانه گفتن که یگان امام های چهارگانه و غیر آنها از آن امام هایی که الله تعالی برای آنها زبان صدق در امت داده است، یگان نفری آنها قصداً خلاف قرآن و سنت فتوا نمیدهد. مثلا هست فتواهای امام ابو حنیفه که خلاف قرآن و سنت است، هست فتواهای امام مالک با وجود جلالت قدرشان و عظیم مرتبهشان و بزرگیشان که با قرآن و سنت خلاف آمده است، و این چونین در امام شافعی و در امام احمد و در دیگر امام ها. برای آنکه معصوم فقط جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کل یؤخذ من قوله و یرد، هر یک کس سخنش قبول هم هست و سخنش رد هم هست، غیر صاحب این قبر گفتن، اشاره به قبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده. غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیگر همه سخنش قابل قبول هم هست، قابل رد هم هست. بنابراین گفتن که فقابل بالقبول صحیح نصحی، نصیحت های صحیح من را قبول کن اگر از نصیحت من روی گردانی ضرر میبینی. برای اینکه اصلا علما نصیحت آنها گرفته شده از قرآن و سنت است، از قرآن و سنت بیرون نمیبرایند. و این راعیته قولا و فعلا و تاجرت الاله به ربحت. بعد در بیت 43 گفتن که اگر نصیحت های مرا رعایت کنی، این چیزایی که من در این 42 بیت به تو گفتم و در پایان بیت ها میگویم، اگر این نصیحت ها را قبول کنی قولا و فعلا، آن نصیحت هایی که امر میکند که تو آن را با زبانت گویی بگویی، آنهایی که با اعضاهات اجرا کنی اجرا کنی، و تاجرت الاله، با این نصیحت ها سودا با الله تعالی کنی، فایده میکنی. تجارت با الله تعالی هست. این طلب علم کردن، آموختن شریعت، در راه این دین مقدس اسلام خدمت کردن، این تجارت با همراهی الله تعالی است. این تجارتی که کساد ندارد. الله تعالی در سوره صف میگوید که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره. در قرآن 89 یا ایها الذین آمنوا هست. در 89 آیت الله تعالی یا ایها الذین آمنوا گفته است، ای آنهایی که ایمان آورده. این خطاب فقط برای مسلمان ها است. وقتی که یا ایها الناس میگوید، ای آدم ها میگوید، این برای تمام آدم ها است. وقتی که یا ایها الذین آمنوا گفت، این خاص برای مسلمان ها است. بنابراین ابن مسعود
رضی الله عنه گفتن که وقتی که شنیدی که الله تعالی یا ایها الذین آمنو گفت، گوشت را و دینت را به آن سو با دقت توجه کن، یا الله تعالی تو را به یک کاری که بر فایده تو است امر میکند، یا از یک کاری که به تو ضرر دارد از آن نهی میکند. یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجاره، من شما رو به یک تجارت راهنمایی نکنم؟ سوال از جانب الله تعالی، ای مسلمان ها، برای شما یک تجارت را نشان ندهم؟ تنجیکم من عذاب علیم، یک تجارتی که شما را از عذاب علم آور نجات میدهد، از عذاب دوزخ. اگر کمبغلی انسان را، درد کمبغلی را چشاند، درد گرسنگی را چشاند، دردی مثلا بیماری، به دارو خریدن پول ندارد، به لباس خریدن پول ندارد، این درد است، علم است. کمبغلی علم را می آورد، درد را می آورد. لیکن الله تعالی میگه که ای مسلمان ها، من برای شما یک تجارتی را راهنمایی نکنم که آن تجارت شما را از عذاب علم آور نجات میدهد؟ آن تجارت چی است؟ تؤمنون بالله و رسوله، با الله و رسولش ایمان می آورید، و تجاهدون فی سبیل الله، و در راه الله تعالی جهاد میکنید. جهاد این بسیار چیزها را در بر میگیرد. کاش مردم کافر و مسلمان جهاد چی است میفهمیدند. از کلمه جهاد ترس دارند. حال آن است که این شریعت نازل شده از جانب ذات مهربان ترین مهربان ها و از جانب پیغمبر مهربان برای این امت. کلمه جهاد را میشنوند گویا یک چیزی بدترین را شنیدند. حتی از تلفظش مسلمان ها چی شده است که میترسند. ببینید که مردم کافر جنگ دارند، به زمین دیگر کشور هجوم دارند، خانه های مردم را میکفانند، مردم بیگناه و زن و کودکان را پاره پاره میکنند، هیچ کس آنها را تروریست نمیگوید. لیکن اگر درباره جهاد سخن کنی تو تروریست هستی، تو افراطگرا هستی. حالا آنکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی گفتند؟ وقتی که جنگ میشد میگفتند که موی سفید را به قتل نرسانید، پیرزن را به قتل نرسانید، کودکان را به قتل نرسانید، زنها را به قتل نرسانید. شخصیت هایی که بت عبادت دارد، به الله عزوجل شریک آورده، هیکل عبادت کرده است، اونها را نکشید. فقط جنگ با آن شخصی که به سوی شما با یراق هجوم میکند. درخت را نبرید، بنا را خراب نکنید. این است جهادی در راه الله تعالی. نه این جهادی شما که تمامی مردم، تمامی دنیا را میکفانید، با شما شخصانی پاک هستید و مسلمان ها گناهگار و افراطگرای و تروریست هستند، شما یعنی حمایه وطن دارید. کدام جنگ اینها را گیرید؟ همش بدترین کشتار و بدترین افراطگرایی هست. اما حتی جهادی مسلمان ها جهادی پاک است. کسی را به قتل نمی رساند، درختی را نمی شکند، بنای را خراب نمی کند، مال را نمی کشد. به یک جهاد به شما راهنمایی نکنم؟ تجاهدون به یک تجارت راهنمایی نکنم؟ تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم، در راه الله تعالی جهاد میکنید. این جهاد معنای عظیم داره، فقط جنگ نیست. بهترین جهاد، باز گفتن اصلی جهاد این طلب علم است و رسانیدن شریعت است، دعوت کردن مردم به اسلام است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی را راهبری جنگ و جهاد کرده فلسطینیدن، چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم است، گفتن که اذا نزلت بساحتهم، وقتی که به ساحه جنگ رفتی، فدعوهم، آنها را دعوت به آن کن که آنها را یگانه الله تعالی را پرستش کنند و بر رسالت پیغمبر علیه السلام ایمان بیارند. آنها را دعوت به این دین مقدس اسلام کن که اگر آنها این دین مقدس اسلام را قبول کنند، فوالله، قسم به نام الله تعالی، اگر یک مرد
این دین مقدس اسلام رو به سبب تو ای علی اگر قبول کند برای تو از شتر سرخ دیده بزرگ است، بهتر است. گفتم الله تعالی میگوید که هل ادلکم علی تجاره، من شما رو به یک تجارت راهنمایی نکنم که در آن تجارت شما به سبب آن تجارت از عذاب علم آور نجات میابید. آن تجارت چی است؟ به الله تعالی ایمان میارید و به رسولش ایمان میارید و در راه الله تعالی جهاد میکنید. جهاد از کلمه جاهد یجاهد، جهاد کردن یعنی بر ضد نفس که امر کننده به کاری بد است، که راحت و استراحت را میخواهد، بر علیه خواهش نفس جهاد، جهد و کوشش و غیرت کردن است که این بسیار کارها را در بر میگیرد. هم جهادی در راه الله تعالی، جنگ با کافرها را در بر میگیرد و هم دیگر عملها را مانند تعلیم علم، مانند خیر کردن در راه الله تعالی. باموالکم و انفسکم، جهاد در راه الله تعالی با مالهایتان و با جانهایتان. گفت اول مال پیش گرفت، برای اینکه به هر یک جنگ هم، به هر یک مثلا تعلیم علم گیرید، تعلیم علم در کوچه نمیدهید، در مسجد میدهید، در یک مستقر، در یک مدرسه میدهید. برای ساختن آنجا مال لازم است. در راه الله تعالی با مالتان و با جانتان جهاد میکنید. این از بهترین تجارت که ضرر ندارد، تجارت کساد ندارد. تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم، در راه الله تعالی با مال و با جانتان جهاد میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من جهز غازیا فقط غزا، کسی که یک جنگاور آماده کند اونم گویا که جنگ کرده است. فرض کردیم یگان عذر دارد، یگان کار دارد و لیکن جنگاور آماده میکند، یا اینکه کسی که برای طلب علم وقت ندارد یا امکانیت ندارد یا قدرت علم حفظ کردن و علم رسانیدن ندارد، لیکن با مال خود طالب علم آماده میکند که برای مردم حلال الله و حرام الله را رساند و مردم را دعوت به دین الله تعالی کند، تا اینکه با آن شخصی که این مال خود را در این راه صرف کرده ثواب رسد. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهترین تجارت است اگر شما این را بدانید. بعد از آن مصنف گفتن که فلیست هذه الدنیا بشیء تسوءک حقبة و تسر وقتا، این دنیا چیزی نیست. اگر این دنیا رو با آخرت قیاس کنیم، این در پیشگاه دنیا، در پیشگاه آخرت چیزی نیست. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا و ما فیها، یک موضع قمچین از جنت بهتر از دنیا و آن چیزی که در دنیا است. اگر امروز همین دنیا رو ببینید، در دنیا اگر از 4 قسم کره زمین یک قسمش زمین خشکی باشد و 3 قسمش آب باشد و در داخل آب چقدر ماهی ها هست، چقدر حیوان ها هست، چقدر کنز و ذخیره های و سنگ های قیمت بها هست و در داخل بحرها چقدر نفت هست در قعر اقیانوس. و ببینید بسیار دولت ها از قعر زمین نفت میکشند. یعنی در همین کره زمین اگر همشه به پول حساب کنید، تمام مال و ملک دنیا، هر یک وجب زمین به پول حساب کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که موضع الصوت فی الجنه، موضع قمچینی جنت از دنیا و از اون چیزی که در دنیا هست قیمت هست. میگن قمچین چقدر جا رو میگیرد؟ شاید به 1 متر کوادراتی شاید 50-100 قمچین جای گیرد. یک موضع قمچین از جنت، زمین جنت ببینید 1 متر کوادراتیش چند پول میایستد. از دنیا و از آن چیزی که در دنیا هست قیمت هست. این دنیا چیزی نیست. تسوءک حقبة، یک وقتی میبیاد که توی را چا میکند،
غمگین میشوی، بیمار میشوی، به سرت مشکلی می آید، معما می آید، به یک مدتی معین بعد خرسندی میبینی. ببینید تسوءک حقبتا و تسر وقتا، یک وقتی معین خرسند میشوی لیکن اکثر اوقاتش غم و غصه داری، چون که الله تعالی لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما در حقیقت انسان رو به مشقت آفریدیم. از همین وقتی تولد شروع میشد گریه میکند، وقتی مرگ المؤمن یموت بعرق الجبین، گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم مؤمن با عرق جبین میمیرد. شما تصور کنید از همه حالتی وزنین وقتی سپاریدن جان است. در همین دنیا فقط مشقت است. بنابراین اهل جنت وقتی که به جنت میدارن چی میگن؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمد به اللهی که از ما غمگینی را دور کرد. ببینید غمگینی، دنیا همش غمگینی است. این دنیا چیزی نیست در مقابل جنت. تو را اکثر احوالت غمگین میکند، طبیعتی تو را خیره میکند و یا وقتهای میشد که کمتر خرسند میشوی، چون که اگر یک خیل اگر مصیبت بیاد انسان دیگه طاقت ندارد. و غایتها اذا فکرت فیها کفیئک او کحلمک این حلمت، غایتی دنیا، آخری دنیا چی است؟ اگر خوب تفکر کنی این دنیا مانند سایه است. سایه یک هست یک نیست، یا مانند خوابت. وقتی که خواب میروی در داخل خوابت خواب میبینی، یعنی خواب میبینی یک مدتی معین، یعنی خواب میرد انسان شاید 8 ساعت، یعنی مانند 8 ساعت نگفته دست مصنف، مانند آن خوابی که میبینی. یک در خواب میبینی که خدا در زندان هستی و در خوابت میبینی که به آزادی برآمدی. بیچاره مردم زندان فقط می آمدن به تعبیر خواب پرسی، سحر که میخیزی از خواب که چند نفر آمدیم، تعبیر خواب میپرسیدم، حضرت خواب دیدم که برآمده بوده. فقط بیچاره آدم هایی که در زندان است آزادی خواب میبینن، خواب دیدم که برآمده بوده. یک حالت میشد که با بیدار میشن که با در زندان هستن. یک خواب میبینید که در قصرهای عالی و در مرکبهای فاخره گشتید، میخیزید که خوابتان است. بنابراین مصنف میگه که این غایتی دنیا مانند یا سایه است، سایه هم بینید اما وقت قرار ندارد، یا مانند این خوابی که خواب میبینی خستی که دیگر رفتون لذتی آن خوابت گفتن. بعد مصنف رحمت الله علیه گفتن که و غایتها اذا فکرت فیها کفیئک او کحلمک این حلمت. حلمت خوانید معناش ویران میشد. حلمت اگر شخصی حلیم باشی، قول صحیح این است که حلمت میخوانید. غایت این دنیا اگر خوب تفکر کنید مانند سایتون هست یا مانند خوابتون هست. وقتی که خواب میبینید سجنت بها و انت لها محب فکیف تحب ما فیه سجنت. تو در دنیا سجن شدی، حبس شدی، تو در دنیا در زندان هستی و انت لها محب، تو دنیا را دوست میداری. چخیل دوست میداری چیزی که در آن زندان شدی؟ یعنی چخیل تو زندان را دوست میداری حالا که این دنیا زندان است؟ نخواد تو زندان دوست داری؟ چخیلی که در صحیح مسلم آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری، دنیا زندان مؤمن است و جنت کافر است. گفتن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه بسیار شخصی ثروتمند بودند، اسب‌های قیمت سر می‌شدند، صاحب فتح الباری. برای یک همون توی فتح الباری بیم پولی کلان که توی کرده دادن. اگر ابتدای شرح صحیح بخاری کتاب ایمان گوش کرده باشید $100,000 بود، توی کرده دادن برای به ختم رسانیدن فتح الباری که در مدت 25 سال شرح داده بودن. وقتی که در یک کوچه های شهر می آمدند
با اسب قیمت‌بها و در بالای آن اسب هم باز قالین‌های خوشرو گذاشته شده است و سر و لباس‌های قیمت‌بها و خدمتگارها. یک یهودی برایشان برآمد و یک سوال دارم گفت. اون یهودی در بازار روغن گرم میفروخت. بعد گفت که همین حدیث پیغمبر شما دروغ است. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان مؤمن است و جنت کافر است. کجای این دنیا برای من جنت است و کجای این دنیا به تو دوزخ است؟ تو مسلمان هستی، این اسب و این سر و لباس و این زندگی و شرایط تو را نگاه کن و شرایط من یهودی کافر را نگاه کن. لباس ها بوی روغن، آمیخته بر روغن، افلاس، در بازار شب و روز مهنت میکند. این به حدیث پیغمبر شما درست نمی بیاید. چه خیلی تفسیر میکنی؟ بعد حافظ ابن حجر گفتن که وقتی که تو به دوزخ میدرایی میگویی که آه آن دنیایی که من زندگی میکردم اون بهشت بود است. و وقتی که ما هم به جنت میدراییم میفهمیم که این دنیا برای ما دوزخ است. بعد از آن میگن که اسلام قبول کرد ما یهودی. یعنی این دنیا برای مؤمن حبس است، وقتی که این ما زندان است به حیات جنت قیاس میکنیم. و برای شخصی کافر این دنیا جنت است وقتی که به دوزخ قیاس میکنید. سجنت بها و انت لها محب فکیف تحب ما فیه سجنت. تو در این دنیا زندان شدی لیکن تو این دنیا را دوست می‌داری. چه خیلی انسان زندان خود را دوست می‌دارد. میگم مصنف به فرزندشان یا به شاگردشان. و تطعمک الطعام و عن قریب ستطعم منک ما منها طعمت. امروز دنیا برای تو طعام داده ایستاده است. یعنی زمین از خودش حاصل می‌برد. گوشتی که می‌خورید اون حاصل اون علف ها هست. شیری که می‌خورید حاصل آن علفایی که زمین برای شما داده است. و تو تطعمک الطعام، این زمین این دنیا امروز برای تو طعام داده ایستاده است. نانی که میخوری، گوشتی که میخوری، میوه و سبزیجاتی که میخوری، زمین این تو به تو داده ایستاده است. دنیا امروز تو را طعام داده ایستاده است. و عن قریب زود است که ستطعم منک، از تو گشته این چیزای میگیرد، گشته وای از تو میخورد. ما منها طعمت، اون چیزایی که تو خوردی. او حضرت مولوی میگن که چرا تن پروری ای لقمه گور که تن فربه کنی بر خوردنی مور. ای انسان برای چی که تن میپروری؟ آیا این تنه برای کی میپروری؟ به خوردن مور، یعنی کرمه های لحد. یعنی وقتی که انسان وفات میکند زمین جسد انسان را میخورد. اگر در دیار گرم باشد، مثلا در دیار مکه و مدینه، در 6 ماه جسد انسان الکی فقط از جسد انسان استخوان‌هایش میماند و بعد مدتی چندین سالهای دیگر استخوان‌هاش هم آهسته میپوسد، دیگه مبدل به خاک میشد. الله تعالی میگه که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. ما شما را از خاک آفریدیم، یعنی اصل انسانیت حضرت آدم را، باز شما را دوباره به خاک برمیگردانیم. یعنی زمین شما را میخورد، غیر جسد پیغمبرها. الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. الله تعالی برای زمین حرام گردانید که جسد پیغمبرها را بخورد. جسد پیغمبرها همین خل تر و تازه خوشبوی همین خل میایستد، زمین نمیخورد آنها را. اما جسد دیگرها به قدر گناهش بوی میگیرد و میپوسد و ویران میشود و زمین آن جسد را میخورد. پیامبر علیه السلام گفتند که الله تعالی حرام گردانید که جسد پیغمبرها را زمین خورد. مصنف میگن که تو امروز خورده ایستاده، دنیا تو را خورانیده ایستاده است. مقصد از مال و ملک دنیا خورده ایستاده، فردا تو او را میخورانی.
یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی گفتن به زمین خوردن جسدی پیغمبرها رو حرام گردانید. یعنی مفهومش این است که از آن دیگرها رو میخورند. امروز تو خورده ایستاده ای، فردا تو میخورانی، یعنی این بدنی خود را با آنها طعام میکنی. و تطعمک الطعام و عن قریب ستطعم منک ما منها طعمت. هر چیزی که خوردی گشته میگیرد. و تعرا ان لبثت لها ثیابا و تکسى ان ملابسها خلعت. اگر امروز از لباس دنیا تو پوشی، فردا در آخرت به لباس میمانی. یعنی امروز اگر تو طاعت و عبادت ها رو نکنی، تو روز قیامت به لباس هستی. الله تعالی با آنهایی که عملهای صالح کردن لباسهای زیبا، لباسهای حریر، لباسهای خوشرو وعده کردگی است. و تعرا به لباس میمانی این لبست لها ثیابا. اگر لباس دنیا را پوشی، یعنی این سخنهای مادی معنوی هست، حسی نه. یعنی معنی ندارد که امروز کسی لباس پوشد فردا روز قیامت به لباس است. نه. او پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که زنهاشون را به نماز شب بیدار میکردند، ایقظوا صواحب الحجر فرب کاسیة فی الدنیا عاریة یوم القیامه. صاحبان حجره رو بیدار کنید. شبای قدر علی خصوص این گپ میگفتن. اونایی که در حجره ها خواب رفتین بیدار کنید. شاید آنهایی که امروز در دنیا لباس دارن در آخرت لباس ندارن. بنابراین مصنف گفتن که و بی لباس میمونه اگر در دنیا لباس دنیا را پوشی. و تکسى این ملابسها خلعت. و روز قیامت لباس پوشانیده میشوی اگر لباس دنیا را ترک کنی. به معنای اینکه از حرام ها خودداری کنی، از دنیا پرهیز کنی، روز قیامت الله تعالی بهترین لباس ها را به تو میپوشاند. هر روز شاهد جنازه یک دوستت هستی. هر روز میبینی که یک دوستت، یک نزدیکت، یک دشمنت وفات کرده ایستاده است. امروز میشونی فلانی مرده است، فردا میشونی که فلانی دیگر مرده است. و تشهد کل یوم دفن خل. خل یعنی دوست. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله لو كنت متخذا من اهل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. خلیل، خل یعنی دوست. هر روز دفن یک دوست را، یک شناست را شاهد هستی. به جنازه های اشتراک میکنی، به مردم نماز جنازه میخوانی. کانک لا تراد بما شهدت. گویا که تو به این جنازه هایی که میخوانی حاضر شدی، گویا که تو مراد نیستی، گویا که تو نمیمرده باشی. یعنی تو فکر نمیکنی که یک روز تو هم به جای همین تابوت ها گذاشته میشوی، مردم به تو جنازه میخوانند و مردم تو را برده میگورانند. به جنازه دیگرها اشتراک میکنی، فکر خود را نمیکنی. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. و تشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن. تو خلق نشدی تا اینکه دنیا را آباد کنی، ولكن تو خلق شدی لتعبرها تا اینکه از این دنیا گذری. فجد لما خلقت. پس سعی و کوشش کن با آن چیزی که خلق شدی. تو برای چی آفریده شدی؟ الله تعالی میگه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن ها و انسان ها را نآفریدم مگر به آن خاطر که آنها مرا یگانه پرستش کنند. بنابراین مصنف میگن که ولم تخلق لتعمرها. تو آفریده نشدی که دنیا را آباد کنی، ولکن لتعبرها. تو آفریده شدی تا اینکه دنیا را گذری. این دنیا برای تو یک گذرگاه هست. فجد لما خلقت. با آن چیزی که خلق شدی اجتهاد کن، کوشش و غیرت کن. استاد ما یک قاعده را ذکر کرده بودند. گفته بودند که اصلان عظیمان. دو اصل است که بسیار اصل عظیم است. یک همین اصل را هر دوش را به دفترم نوشته گرفته بودم. در زندان کوشش میکردم به خاطرم بیاد، به خاطرم نمی آمد. بسیار فکر میکردم اصل دوم چی بود. بعد وقتی که برآمدم الحمدلله در دفترهام یافتم.
شیخ میگفتن که اصلان عظیمانی، دو اصلی بزرگ است، فراموش نکنید. الشعور لأی شیء خلقت، همه وقت حس کنید که برای چیش آفریده شدید. حتی اگر در زندان باشید و همین حسیات داشته باشید. اهل زندان فقط فکری برآمدن، لیکن اگر شما همین اصل به خاطرتان بیارید، یا در سفر باشید یا در کجایی که باشید، خب مردم مثلا در سرحد ها منتظر میشن 3 شبانه روز که کی نوبت ما بیاد و ما گذریم. اگر همین اصل همه وقت بیمار باشید، مشکلیتان باشد، در کجایی که نباشد همین اصل های فراموش نکنید، شما عذاب نمیکشید. الشعور لأی شیء خلقت، حس کنید که برای کدام چیز شما آفریده شدید. همین حسیات رو گم نکنید. شما برای عبادت آفریده شدید. خب شرط نیست که برای عبادت شما در آزادی باشید یا در خانه‌تان باشید یا در مسجد باشید. در همین سرحد هم، در همین زندان هم، در همین جاگه بیماریتان هم، در همین سفر هم، در همین راحتون هم شما عبادتتون کردن گیرید. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله، یا اینکه تکرار علم یا شنیدن علم یا تلاوت قرآن کردن گیرید. شما حس کنید که شما برای چی آفریده شدید؟ برای عبادت و وظیفتون اجرا کنید. تمام. اصل دوم محاسبت النفس، نفس خود را حساب و کتاب کرده استید. شب و روز حساب و کتاب کنید. همین دو اصل را فراموش نکنید. نصیحت از استاد ما شیخ محمد ابن محمد المختار شنقیطی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما میگن که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم علی حصیر، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای بوریا خواب کردن روزی. فقام و قد اثر فی جنبی، وقتی که خیستن به پهلویشان بوریا تأثیر کرده است. ایزی بوریا بر روی هاشان به پشتاشان گذشته است. فقلنا یا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، یا رسول الله ما برای شما یک کورپه و یک بالین خریده دهیم تا اینکه همین اثری بوریا به شما تاثیر نکند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مالی ولی دنیا، من به این دنیا چی کار دارم؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجره ثم راح و ترکه. مثال من و مثال این دنیا مثال آن مسافری است که در زیر یک درخت فرآمده کمتر استراحت کرده است و با درخت ترک کرده رفته است. یعنی مسافر برای سفر به یک جای معین رفتنی است. سفر ما آخرین ایستگاه ما جنت است. ما در سفر قرار داریم. وقتی که خواب ما اومد، خسته شدیم از این سفر، کمتر باید استراحت کنیم. من گفتم مانند یا مسافری است که در زیر یک درخت، سایه در یک درخت کمک استراحت کرده است و سانه اون درخت ترک کرده رفته است. یعنی آدمی مسافری به عقل پیش از آن که در این زیر سایه درخت خوره، اول برای خودش یک قصر نمی سازد، برای آنکه میداند که این قصر پگاه ترک کرده میرد. یعنی معنی اینا ندارد که عموما اکنون به دنیا خانه نسازید، مشغول نشوید، لیکن بدانید وقتی که الله تعالی در این دنیا را کشد، بعد به قدر آن، یعنی از آن ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خود را از دنیا فراموش نکن. لیکن اکثریت مسلمان ها اکثری اوقاتشان برای جمع مال دنیا صرف میشد. حساب کنید وقتتون، اگر 7 ساعت خواب کنید، باقی ماندهش به کجا رفت است؟ چند ساعتش برای دین، چند ساعتش برای دنیا، چند ساعتش برای آخرت. اکثری مردم زندگی هاشون، حتی مسلمان ها، برای دنیا هست و برای غذای روح هست، برای غذای جانشون هست، نه به غذای روح. اگر مسلمانی که 1 ساعت برای غذای روحش وقت جدا کرده است، این هم مسلمان خوب است. لیکن این افسوس. خب و حدیث احمد که امام احمد رحمت الله علیه در مسند روایت کردن، عبدالله ابن عمر میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم از کتفم گرفتند و گفتند که عبدالله در دنیا غریب باش، کن فی دنیا کانک غریب و عابر سبیل، در دنیا مانند غریب باش
یا مانند راهگذر باش، که این معنای بیت ناظم از همین حدیث گرفته شده است که ولم تخلق لتعمرها، تو نه آفریده نشدی تا اینکه آباد کنی، ولکن لتعبرها، تا اینکه دنیا رو همچون گذرگاه قرار دهی، تا اینکه دنیا رو گذری. فجد لما خلقت، پس با آن چیزی که آفریده شدی اجتهاد کن، کوشش و غیرت کن، علم آموز. گفتند در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.